خب همونطور که دیدی تیم خوب داماش گیلان تونست در خونه یک امتیاز رو کسب بکنه و امیدواریم که در ادامه بتونه نتایج بهتری رو به دست بیاره. خب همونطور که خدمتتون اعلام کرده بودیم امشب دو میهمان عزیز داریم در خصوص تیم فوتبال داماش گیلان که بحث‌های مالکیتی است و می‌خوایم ببینیم که به کجا خواهد رسید. در واقع مناظری است امشب بین جناب آقای زحمتکش و آقای نعیمی پور الان در استودیو هستن. من دعوت میکنم از عزیزان تشریف بیارم به جایگاه. بفرمایید آقای زحمتکش 10 و شماره 100. حال شما 16. حال شما خوب هستید؟ خوش آمدید. بفرمایید هر کدوم از عزیزان که سن سالان بزرگتر هست بفهم. با عرض ادب و احترام خدمت شما و سلام خدمت بینندگان عزیز شما هستیم در خدمت شما. انشالله شب خوبی داشته باشیم و یه سری شفاف سازی ها بشه. انشالله هر چه سریعتر دغدغه مشکلات باشگاه داماش بتونه حل بشه و روزهای خوبی هم داشته باشه. بله حتما. بفرمایید آقای نعیمی پور. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همچنین بینندگان عزیز. انشالله که هر چه زودتر بتونیم برای داماش مفید باشیم، مثمر ثمر باشیم و به نتایج منتظر برسیم انشالله. خب ابتدا ما میریم یه گزارشی از یه سری درگیری هایی که در همین بازی داماش و استقلال ملاثانی داشتیم رو با هم میبینیم، برمیگردیم بعد در خدمت شما خواهیم بودیم. یا مالی باشگاه رسانه‌ای بکنن تک تک پولایی که به حسابشون پرداخت تا پول ایف مارکت بازیکن‌ها رو ما دادیم. یعنی ایشون تا پول ایف مارکت و پول آزمایش بچه‌ها پول نمیدونم هتل دلار نداشت. حضور میدونی هم که بگید من که همه جا هستم. بازی دوستانه با استقلال اومدم، یه بازی با شیراز من نبودم به خاطر مراسم اربعین بوده. اینم که اومدیم دیدید برخورد ایشون مهمونداری ایشون آقای جلالی تاج سر من هستن. پیش کسوتی ورزش منته ایشون به سر منه و مردم گیلان لیاقت این رو دارن که مربی بزرگی یک پیشکسوت بزرگی مثل مجید جانی در کنار تیمشون باشه. این حرفی که میزنم اصلا دلیل بر این نیست که سیامک فرانی احساس ناامنی بکنه. با تمام وجود از سیامک فرانی حمایت میکنم چون تا اینجا زحمت کشیدن فرصت کمی داشته، ولی آقای جلالی در یکی از بالاترین سطوح مدیریتی و فنی در کنار ما خواهد بود. متاسفانه مجوز رو این آقا به نام خودش مجوز در واقع حضور در مسابقات به نام خودش گرفته. الان باید هیئت فوتبال نامه بزنه برای تقلیل انتقال مجوز به اداره کل تربیت در واقع هم اداره کل کمیته وزارت ورزش جوانان. حتی این اسامی عوض میشه ما یادمون. درگیری که نه، ما اومده بودیم تو جایگاه ویژه. بالاخره من 12 سال میام، یعنی سال اول و بار اول هم نیست. من تمام بازی‌های داماشو میام بدون هیچ چشتاشی. نه من این وسط قراردادی دارم با این تیم، نه هیچ. دوست دارم این تیمو، ولی تاوانش هم امروز دادم با بی‌احترامی که به بنده شد و اینا. بنده اومده بودم تو جایگاه ویژه با بازیکن داماش که سیامک علیزاده یه صحبتی کردیم. گفتیم سیامک چرا بازی نمی‌کنی؟ که این آقا از پشت برگشت گفت های سیامک با این میتونم بگم کلمشون با این صحبت نکن. آقا این اصلا این چه لفظیه بخواد اینجوری حرف بزنه؟ زشته. من مهمونم اینجا. خب می بخوام منم این خودت بشم، اصلا من واقعا نمیخوام درباره ایشون صحبت کنم. ایشون پولشو گرفته از آقای نعیمی، چکش نقض شده ولی حاضر نیست این تیمو بده. هوادارم اینجا بدونن، آقایان هوادار، این آقا پولشو گرفته ولی نمیخواد تیمو تحویل بده. تمام هزینه‌های این تیمم آقای نعیمی داره انجام میده. تمام هزینه‌ها فاکتورش هست، مدرک از سند هست، همه چیزش هست، ولی ایشون داره به اسم خودشون تمام میکنه. خب دیدیم این بخش رو و در خدمت دو بزرگوار هستیم، جناب آقای نعیمی پور متقاضی مالکیت باشگاه داماش و جناب آقای ناصر زحمتکش مالک باشگاه داماش گیلان. ما امشب یه مناظره داریم، اگر دوستان عزیزان موافق باشید به هر عزیزی 5 دقیقه زمان داده خواهد شد. من خواهش دارم که تو صحبت‌های همدیگه ورود نکنیم به هیچ وجه و سعی بکنیم
هر کسی صحبت خودش رو بکنه، اگر مدارک و مستنداتی هست همون در خصوص مستندات صحبت بشه. منشی صحنه برنامه خانم بالیدی هم زمان رو دارن و 5 دقیقه رو به من گوشزد میکنن و میگن که کدام عزیز وقتش تمام شده. چون که یه گزارشی از آقای نعیمی پور پخش شده، یه 5 دقیقه اول ایشون در واقع میگذریم ازش و پاسخش رو از آقای زحمتکش میشنویم. بفرمایید. من درباره صحبت‌های نعیمی اجازه بدید تو کوران صحبت‌هامو صحبت کنیم و جواب ما عزیزی رو که مصاحبه کردن اول بدم. کسی که ادعا میکنه ارق داره به تیم شهرش، اولا که بچه این شهر نیست، حالا 2 سال اینجا بازی کرده، نمیشه بچه این شهر باشه. و یه سری صحبت‌هایی کردند که متاسفانه براشون متاسفم، شاید هنوز نمیدونن جایگاهشون کجاست. اگه مهمانمان عزیزمان، ولی دخالت کردن در یه امور نمیشه مهمان. جمع کردن چند تا لیدر و بردن یه جا باشون صحبت کردن نمیشه مهمان، که اگه نیاز باشه عکسش هم استوری میکنم بازم. این نمیشه مهمان، این نمیشه کمک به شهر، به تیم داماش. متاسفانه هم بازی با مصر هم بازی با استقلال مولاسانی چند تا از عزیزان رو جمع کردن و تو هتل کادوس بردن که فیلمش هم عکسش هم من موجود دارم که اگه خواستید میتونم اصلا تو پیج خودم با مسئولیت خودم رسانه‌ای میکنم. ولی همه صحبتم این نیست. همین آقایی که ادعاش میشه که من هوادار این تیمم، یا آقای رو آورد تو اداره کل ورزش جوانان که بیاد تیم اول چوکار رو بخرن، نشد. بعد اومدن با ما صحبت کردن. 45 روز از بهترین دوران تیم داماش که میشد واقعا یه تیم خوب درست کرد که الان مدعی باشیم بتونیم یه تیم خوب داشته باشیم برای استان گیلان، از دست دادیم. و متاسفانه تو این 45 روز با دروغ‌های مکرر هم از جانب خودشون هم از اون آقایی که منظورتون آقای بهارمند ادعای این داشت که من مالک باشگاه هستم و خریداری کردم، همه این اتفاقات باعث شد که من واقعا ناراحت بشم. چرا؟ چون به این تیم ارق دارم. من حداقل من 1.5 سال برای این تیم زحمت کشیدم. خود شما شاهدید. یه هفته مونده بود بازی‌های لیگ 2 شروع شه، از من خواهش کردن بیا این تیمو بگیر. من با میل شخصی خودم نیومدم. اگه نیاز باشه میتونم اسم آدما رو ببرم که از من خواهش کردن بیا اینجا و این تیمو نگه دار. من اصلا کارم بیزینس و دنبال فوتبال دیگه نیستم. فوتبال منو گذاشتم کنار، خیلی وقت گذاشتم کنار. چون فوتبال به غیر از درد سر حاشیه هیچ چیزی برای کسی نیست. و واقعا برای بعضیا واقعا متاسفم، واقعا بیمهری میکنن، واقعا قدر نشناسن که من تیمی رو که باتم لیگ 1. خب حالا از این واقعا نه اجازه بدید، نه اجازه بدید 5 دقیقه به من وقت دادید من صحبت کنم. البته به هیچ عزیزی بی احترامی نمیکنم. همه عزیزان برای ما عزیزن. تیم فوتبال ساحلی درست کردیم، قهرمان لیگ برتر کشور شد. تیم نوجوانان جوانان امید درست کردیم، امید ما رفت زیرگروه کشور، قهرمان لیگ گیلان شد. همه اینا زحمته، همه اینا هزینه داره. ولی متاسفانه دریغ از یک تشکر خشک خالی. نه کسی با تشکر نه دریغ از من دنبال مسئولین نیستم. من از هیچ کسی توقع ندارم. اون عزیزانی که میان همش مدعیان. یه سری عزیزان همیشه مدعیان. من ازشون خواهش میکنم یه روز به خودشون اجازه بدن 10 میلیون تومان از جیب شخصیشون هزینه کنن، ببینم میتونن تحمل کنن تا همیشه ادعا دارن. متاسفانه به جای این رفتارا ما بگردیم ببینیم چرا تیمای گیلانی نمیتونه رشد کنه، چرا تیمای گیلانی هر کی میاد بیشتر از 1 سال 2 سال براش هزینه نمیکنه. اتفاقا یکی از سوالاتمون همینه. اینجا متاسفانه فقط آدمایی مثل این امثال این آقا یا افراد دیگه میان که فقط ادعا دارن. تیمی رو من دوباره درست کردم که من 20 روز فرصت داشتم. آقا من اول فصل رسما اعلام کردم که دیگه تیمداری نمی‌کنم به خاطر مسائلی که از قبل برای من پیش اومده که فکر کنم یه بارم شما همینجا تو برنامه‌تون یه مطلقی هم به ما گفتید که دیگه مالک که نیست ما دعوتش کنیم. ما هم ناراحت نشدیم، گفتیم اشکال نداره. البته الان مالک نیستید، الان امتیاز تیم رو دارید دیگه، پروانه چون ندارید. پروانه فعالیت داریم. بله پروانه نامه شما ندارید. از اداره کل ورزش هنوز پروانه فعالیت نگرفت. پروانه فعالیت ما نامه، ببین اصل پروانه دلیل بر مالکیت باشگاه نمیشه. نامه داریم از اینا که به ما معرفی نامه دادن و ما رو مالک باشگاه معرفی کردن.
حالا اون نامه‌ای که رسمی نیست، حالا از این میگذریم. اگه رسمی نیست که چرا بعد ما رو مالک خطاب میکنید؟ بعد ما هم یه چیز دیگه مالک امتیاز، مالک امتیاز داماش هستید. حالا از این میگذریم. از این بگذریم. ببینید ناراحتی من از ایناست که همچین کسی که 45 روز بهترین دوران آماده سازی تیم رو ریخت به هم، به خودش اجازه میاد تو جایگاه ویژه بیاد و یه سری جملات بگه. ایشون میگن ولی فکر کنم شما صداشو بوق گذاشتید قطع کردید تو تیزر برنامه‌تون، معلومه کی حرف زده. زمان 5 دقیقه شما تموم شد. من ازتون عذرخواهی میکنم. آقای نعیمی پور خدمت شما. در خصوص فرمایش‌های زحمتکش من صلاحیت صحبت ندارم، چون مخاطبشون آقای جهانگیر دستگیری هستم و ایشون خودشون میتونن بیان رو خط دفاع بکنن. اگه لازمه من صحبتی بکنم. من از آقای زحمتکش گله دارم چون ایشون مهمان ما بود. ایشون میدونن آقای جهانگیر دستگیری با من اومد بود به هر دلیلی. به هر حال بازیکن تو دربی گیلان گل زده، محبوب مردمه و برای این تیم 2 سال به قول خودشون زحمت کشیدن. الان میگن من 1.5 سال برای این تیم زحمت کشیدم. خب اونم 2 سال بازی کرد دیگه، نمیتونیم 2 سال ایشونو بگیم ما 2 سال مال خودمون 1 سال. من یه خواهش میتونم بکنم؟ بگذاریم از این موضوع. آره بریم ببینیم مالک این تیم کیه. به دوست عزیزم آقای زحمتکش گفتم با توجه اینکه چند نفر ما مهمون داشتیم آقای زحمتکش اون روز از کوره در رفت. من درکش میکنم تحت فشار تیم نتیجه نگرفته، شلوغ کار، مسئولیت زیاده، لوجستیک ایشون تکمیل نیست، بابت اینا درک کنم. ولی من انتظار داشتم در حضور آقای جلالی که به دعوت من اومده بود، آقای عسکری که به دعوت من اومده و همراهان ما، هم رفتار خوبی با ما نشد. آقای علیپور بندر پشت در گذاشتم. من به ایشون مستقیم میگم مردم هم بدونن، هر کدوم از سربازا و دوستان نیروی انتظامی که اومد گفت آقا ماشین منو خطاب میکنم، میگفت این نعیمیه آقای زحمتکش گفته راش ندید. حالا خودشون میشنیدم صداشونو. آخر سر من مجبور شدم پیاده برم. ماشین راه ندادن اشکال نداره، خودم هم راه ندادم. من همینجا از آقای شهرام حمیدی، درست میگم اسمشونو، سپاسون تشکر میکنم. جلوی یک جنجال رو گرفتم. من جنجال نمیکنم، میخواستم برگردم و طبیعتا آقای جلالی هم برمیگشتن هیئتم رو. دمشون گرم، بدونی که ما رو بشناسن. ما با ایشون نهار خوردیم ولی آقای شهرام حمیدی من یه بار دیگه توی بازی با استقلال تو ورزشگاه هما دیده بودم بازی دوستان. اومد و ما رو برد داخل، پسر من رو برد داخل و همراهامون رو دمش گرم، دستش درد نکنه. ما خوب میگیم بعدم، ولی آقای زحمتکش کار خوبی نکرد و اون روزم از کوره در رفته بود، الفاظی از بالا میگفت که به حال من جلو مجید خان جلیلی خجالت کشیدم. جا داره اینجا از استاد جلیلی آقا معلم فوتبال ایران عذرخواهی کنم که من بدون هماهنگی دعوتشون کردم. البته انتظار این رفتار نداشتم. بریم سراغ بحث مالکیت. من در خدمت هستم. والا فکر میکنم فردا قرار باشه موضوع حل بشه با توجه به قول‌هایی که اومده. به هر حال فردا یا ما من از کجا شروع کنم که آقای زحمتکش ناراحت نشه؟ من دوست ندارم برنج بشه. به آقای زحمتکش از یه جایی به بعد همکاریش با ما قطع شد. البته من اینجا بگم بنده هم در این قطع همکاری نقش داشتم، چون واقعا از رفتار ایشون خرسند نبودم. از کجا به بعد یکم سرعت بیشترش بکنیم چون زمان زیادی هم اختلاف نظر ما از قبل از بازی با مس شروع شد. تا قبل از بازی با مس من یه دونه تماس ایشونو بی پاسخ نذاشتم. هر لحظه نیاز مالی برای تیم داشتم بنده لبیک گفتم، هر لحظه واریزی خواستم بهشون دادم، هر لحظه هم نبود بهشون گفتم آقا تا فردا دست نگه دار، بلافاصله تامین کردم. هزینه های تیم هم از به هر حال سفرشون به تهران، هتلشون، لباساشون، ایشون رو قبل برنامه رو مسخره کردن ما بلد نیستیم، به خود ما بیزنس اون چیزی است. ایف مارکتشون، ایف مارکشون، ببخشید من اسلام کنم آیزن که ما بلد نیستیم. یاد میگیریم. خب اومدیم یاد بگیریم دیگه. دوستان خوبی داریم به اون یاد میدن. خود شما قبول به ما یاد بدید. شما یه کاری کردی که ما ارتباطمون قطع شد. و یا مدارکش هستش دست دوستانتون هم هستش پشت صحنه. اگه لازمه من یکی که هر کدومو که ایشون انکار میکنن یا نمیپذیرن، هر کدوم که خودتون صلاح میدونید مدارک هر دو عزیز اینجا هست. هر کدوم آقای زحمتکش میفرمایند ندادیم من فیششو بگم پخش بکنن. چون ایشون تو زمان خودشون صحبت میکنن، چون قبلا قشنگ تو فضای مجازی صحبت کردی مشخصه گفتن که کدوما رو انجام ندادید. خب کدوما رو انجام ندادید؟ کدوما رو انجام ندادید؟ کدومو شما بگید. ما تا تاریخ 7/6 کلی هزینه‌های تیمو پرداخت کردیم. 7/6 و از تاریخ 7/6 چک اول نقل و انتقال مالکیت، چک موسوم دیگه ایشون انقدر مشکل شما باید 7/6 انجام میدادید یا 11/5؟ 11/5 چرا؟ بر اساس قرارداد 11/5 داشتید. ما اطلاقی آخر داریم.
ما یه الحاقیه داریم به موسوم به الحاقیه آخر. اگه من قرار سیاست‌های شرکت خودم رو اینجا بگم، مجموعه تجاری خودم بگم، من ابایی ندارم، عرض میکنم. ما بعد از اینکه با ایشون قرارداد امضا کردیم، آقا من خیلی ساده به شما بگم، ما از مراسم عاشورا و تاسوعا از عراق اومدیم. من 5 صبح رسیدم تهران، 10 صبح با آقای زحمتکش جلسه شدم. این لیستی هستش که به حال پرداختی‌های من هستش، هر کدوم نیاز دارید فیشاش هم هست پشت صحنه بهتون بدم. تنخواه ببینید از 19/5 شروع شد هزینه‌ای که ما دادیم. ببینید آقای زحمتکش از کی تیمداری رو شروع کرد، تیم رو جمع و جور کرد. زمان شما تمام شد. خواهش می‌کنم. بفرمایید. به نکته خیلی خوب اشاره کردید. ما یه قراردادی با این اول با آقای باروند بستیم که من عذرخواهی میکنم سرم پایینه، میخوام شما زحمت بکشید شماره 2، حالا 1 نه، شماره 2 که من برای شما فرستادم و هست رو بیارید. همکاران شماره 2 رو که قرارداد هست با آقای بهاروند، نه با آقای نعیمی. آقای نعیمی و بهاروند با هم باروند صحبت نمی‌کنم، آقای نعیمی. خب ما یه قراردادی با ایشون بستیم، نوع دومی رو بدید. من فکر کنم شما اولی رو گذاشت. نه اینا نیست. من شماره داره به ترتیب میتونید. 4 تا بچه‌ها 3 تا 4 تا گذاشتم ولی متاسفانه نیوردم. زمان من دارم فقط. نه زمان. خب شما در مورد قرارداد صحبت کنید. ما قراردادی بستیم باشه نوع 5 و 2 تا چک به ما دادن، یه دونه 11 5 و یه دونه 4 7 که متاسفانه 2 روز بعد از قرارداد تاریخ اولین چک ما بود 11 میلیارد که این چک متاسفانه با 5 بار مکرر رفتن به بانک پاس نشد و عادت خورد. من رسید بانکم دادم خدمت شما با تاریخ که عادت خورده و موجودی نداشته، برگشت چک عادت خورده. البته اگه نیاز باشه میتونم فایل صوتی همکار این عزیز ما رو که از من خواستن که آقا ما الان، من جسارت دارم میکنم، عذرخواهی میکنم این ادبیات رو برام که الان ما موجودی نداریم، شما اجازه بدید. بعد من همینجا یه نکته بگم جناب آقای نعیمی، من اینو قلباً میگم به شما، واقعاً اگه احساس میکنید، من به عنوان یک دوست میگم، به عنوان یک برادر میگم، واقعاً اگه احساس میکنید اومدن تو این تیم و گرفتن این تیم براتون همین الان مشکل داره، همین الان واقعا اگه میتونید برید. اگه فکر میکنید نمیتونید، توانش بر نمیاد با اون دغدغه‌های حالا شرکت شما که میگید با سیکل اداری که داره، من حاضرم تمام و کمال این مبلغی که میگن و بهشون دوباره عادت بدم. تا اینجای کار من این عزیز هر چیزی دادن، چه پول اول من، چقدر پول دادم حالا اجازه بدید من میگم یکی هم قرارداد. بله قراردادی ما که این نسخه اول که الان نوشته تاریخش 5/9، 2 تا چک به ما دادن که چکا متاسفانه پاس نشد. خب من میخوام بگم اگه سر موعد پاس میشد، به نظرتون من ابایی داشتم در انتقال مالکیت؟ نه. متاسفانه چکا سر موعدش پاس نشد. چرا میگن که آقای زحمتکش دوست نداره تیمو بده؟ نه قربان، من الان همینجا تو رسانه شما دارم میگم قلبا دوست دارم این تیم واگذار کنم، واقعا با آرامش برسم، چون اینجا آرامش هم داره سلب میشه، چون واقعا میگم ارزش نداره دیگه من بخوام هزینه بکنم این همه دروغ و حاشیه‌های دور اطراف رو ببینم. چک دادم خدمت شما، اونم قرارداد اولیه، چکا پاس نشد. من خواهش میکنم دوستان شما نیارن اینا رو، تا من اون چیزایی که میگم یه دونه بیارن که متاسفانه حرفامو خراب نشه. چک رفت بانک پاس نشد، حالا به هر دلیلی صحبت میکنن در جای خودتون که چرا پاس نشد. زحمت بکشن یه دونه کاغذ دیگه داریم نوشته همراه شماره 3، من برای بچهای شما فرستادم. 3 تا قبضه که روش حاشیه کشیده است و تاریخ داره که یا بانک رفته و پاس نشده. اگه من بذارم ممنون میشم. 3 تا اسلاید هست. اینه آشو کشیده. بله. تاریخ داره، الان برعکس گذاشتم بچهای شما. تاریخایی که رفته بانک و چک پاس نشده و عادت داده شده و چک اومده به حساب من فقط به خاطر حسن نیتم چکو برگشت نزدم. خودشون هم میدونن چکی که تو حساب میخوابونی یا باید پاس بشه یا برگشت بخوره. البته فایل صوتی همکارشون و بعد یه صحبت خودشون هم هست که به من گفتن آقا اگه میشه زحمت بکش اینو بگو عادت بده. نامه رئیس بانک منم هست که خواستم، گفتم آقا زحمت بکش عادت بده که آبروریزی نشه. همه این داستانات گذشت. چند روز واسطادیم نشد. 20م نشد، 25م نشد. تاریخ داره همه اونایی که رفته بانک. خب 1/6 آخرین زمان ثبت بازیکن‌ها بود.
طبق نامه‌ای که سازمان لیگ به ما زده 1-6 آخرین زمانیه که ما باید تو مسابقه شرکت کنیم. من میخوام سوال کنم از شما باید چیکار کنم؟ کی مالک فعلا چک پاس نشده؟ خب قاعدتا من باید تیمی تشکیل بدم که بتونم تو ورودی شرکت کنم. برای حداقل امکان 14 تا بازیکن باید ثبت کنم. خب باید برم تو مسابقات، مجبورم بس خودم تیم داری کنم. که حالا عزیز ما گفتن با اسم خودشون، تو بخشی از صحبتاشون تو ماشین گفتن آقای زحمتکش با اسم خودشون ورود کرد تو مسابقات. 1-6 زمان ورود باشگاه به سازمان لیگ برای ثبته. حالا بقیه رو بعدا متشکرم، ممنون که سر وقت بفرمایید پاسخ رو. آقای زحمت که شما پاسخگوی پخش این چک ها باشید، چون این چک ها یدش امانی قطعا و ما اقدام میکنیم و کردیم. اقدام کردیم ان شاء الله فردا به دست شما میرسه. ید چک ها امانی آقا، شما الحاقی آخر رو بخونید به هر دلیلی. من برای اینم توضیح دارم ولی نمیخوام وقتم الان پرت بشه، انتها توضیح میدم. به هر دلیلی یک الحاقی آخر داریم، آخرین توافق ملاک عمله جز اینه مگه؟ بله چه مشخصه، یک الحاقی بله. داریم. در اون الحاقیه چند تا نکته مهم داریم که آقای زحمتکش خود برگرده به گذشته و به داستانه قبل. خب بریم مثلا به 20 سال پیش. خب این الحاقیه چی میگه؟ الحاقیه آخر میگه که 2 چک ایشون موظف ظرف 48 ساعت عودت بده، 3 چک به جاش دریافت کرده به هر دلیلی. یعنی اون 2 چکی که ایشون میگویند مدام روش مانور میکنن در این الحاقیه باطله و شما 4 تا چک دیگه وقتم نگذره. من اینا رو همه رو از وقت اضافه می‌خوام. خب باشه وقت اضافه شد. 2 چک قرار بودش که تحویل ما بشه، ایشون گفتن همراه ندارم. در مورد این موضوع چک ها به بانک رفتن اینا آخر سر توضیح میدم، چون الان این مهمتر. ایشون وکیل من آقای دکتر مجتبی جعفری عزیز، خسته نباشید میگم بهشون و همه تیم حقوقیمون. همونجا تو جلسه من SMS دادن ایشون آدم ناراحتی هستن، لطفاً چک های جدید رو ببخشید من اینو میگم، شفاف صحبت. من خواهش دارم این رو نگید. آره. نه گفتن ببینید خب خیلی سختشون بود، خیلی تحت فشار بود. بگذریم از این. گفتن که چک ها رو بهشون ندید، چک ها رو به خودتون ببرید رشت، این 2 چک رو بگیرید بعد. ایشون گفتن آقا مردونه، مرد و مردونه 2 تا مرد داریم حرف میزنیم. دفتر من مجهز به دوربین مداربسته است، برچسب مجهز به دوربین مداربسته داره. چون ایشون رو این داستانا بسیار زوم هستن، من عرض میکنم لازم باشه فیلمشو بهتون میدم. دست دادیم چه کار رو قرآن بهشون دادم، هر چی چک و قرارداد تا حالا با ایشون امضا کردم رو قرآن بهشون دادم. قرآن هم ما بین ما چه کار بهشون دادم، گفتم به محض اینکه رسیدش تقدیمت میکنم. ایشون این 2 تا چک رو پیش آقای الماس خاله بردن، گفتن من پول نگرفتم. پیش آقای آرمان بردم، گفتم من پول نگرفتم. پیش آقای ساداتی بردن، گفتن من پول 1 قرون نگرفتم تا 10 روز پیش که من اینجا بیام و صدام در بیاد. گفتن من 1 قرون پول نگرفتم، همه هزینه‌ها رو خودم دادم، 1 قرون پول مالکیت نگرفتم. شما باشید با این آقا ادامه میدید با راحتی. من یه سوال بپرسم. من صحبتمو بکنم بعد سوال بپرسید، تو وقت اضافه جوابتون میدم. این الحاقیه به ما میگه که بعد از پاس شدن چک 5 میلیاردی یعنی چک اول، ایشون باید تیم، مهر، سربر، دفتر باشگاه که خودم پولش رو دارم، تجهیزات باشگاه، میز و صندلی که ایشون نشسته الان قصبی مسئول شما اهل خدا و پیغمبری، اینا رو همه رو باید به ما تحویل میداد و تیم رو 2 دستی تحویل ما میداد. اگه ایراد داره امضا نمیکردن، ما که اسلحه رو سرشون نذاشتیم که آقا وجب به وجب سانت به سانت این قرارداد ساعت ها ما از ساعت فکر کنم 10 و 11 ایشون می‌خواستن ختم برم. من ازش خواهش کردم نهار در خدمتشون تا ساعت 7 تا 8 شب ما با همین قرارداد الحاقیه آخر رو نوشتیم. قرار بود همه رو تحویل بدم، شما برگرد به قرارداد اولی که با آقای بهاروند باشن، چون تو همه این الحاقیه ها اومده که تمام مفاد قرارداد اول به قوت خودش باقیه. لطف می‌کنید اسلایدی که قرارداد آقای بهاروند هستش رو برای من بیارید. این اسلایدو بله. مهر فعلی بعد از واریز چک اول، مهر، اساسنامه، امضای ایشون و هر آنچه که هستش فاقد اعتبار است. نوشته ایشون میگن من هزینه کردم، مثلا دلیلی برای هزینه نداشته، یعنی اصلا دیگه صلاحیتی برای این کار نداشتن. ایشون از تاریخ که نقد شده چک اول 7/6 ایشون میگن 1/6 ما خودمون گفتیم تشریف ببرن. ایشون از من حکم کمیته فنی خواستن تقدیمشون کردم. هستی آقا خودشون استوری کردن، من که تو پیج ایشون نرفتم استوری کنم، خودشون استوری کردم. آقا به من حکم کمیته فنی دادن، هست اینجاست آقا نشون بدن دوستان. ایشون میباید تیم رو تحویل میدادن. بنده اومدم قبل از بازی ما مثل کرمان اومدم، ایشون یه زنگ به من نزد آقا، یه خوش آمد به من نگفت. همراهای من مشاورین من زدن آقا نعیمی اومده رشته، از صبح رشته تا شب زنگ زدن، ریجکت کردن، جواب ندادن. فرداش تا 1 ساعت به بازی که دوستان ما که از لایجان تشریف آورده بودن
مسئول هیئت فوتبال لایجان اومدن برای من ورودی CIP بگیرم و آقای جلالی ایشون شروع کردن زنگ زدن که من دیگه پاسخشون رو ندادم چون واقعا پاسخ دادن نداشت. بازی تموم شد، حتی من اونجا رعایت ادب کردم، احترام کردم. بازی تموم شد، من 10 دقیقه زودتر تیم عقب بود. از ورزشگاه خارج شدم. آقای جلالی گفتم اجازه بدید ما چش تو چش نشیم، تیم باخته خوب نیست. ایشون زحمت کشیده، خسته رو تاش میده، من جای دیگه ناراحتم. نمیخوام فکر کنن بابت نتیجه است یا بابت چه. بازی اول اشکال نداره، رفتم که حاشیه درست نشه. شبش مشاور من بهشون تماس گرفت آقا اون 2 تا چک امانت که قول داده بودی دیگه چک نمیدم. من چک به کسی نمیدم. گفتن آقا فردا قراره بریم دفتر خونه برای اقرارنامه که ایشون به من بدن و ایشون نگرانی که داشتن برای در واقع توثیق یک وکالت 1 میل جهت گارانتی 2 چک بعدی. گفتن دفتر خونه هم نمیاد. آقای زحمتکش لطفاً یه ذره شفافتر و صادقانه‌تر صحبت کنید. بریم یه بخشی ما بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای زحمتکش. پاسخ شما رو آقای زحمتکش میشنم. من از آخر صحبتاشو صحبت کنم. در همون الحاقیه سوم که من باز محبت کردم، 2 تا چکی که پاس نشده بود اومدم گفتم باشه ندارید، دوباره 3 تا عوض کردیم، اجازه میدادن من میگفتم عوض کردیم، تبدیل کردیم به 3 تا چک. خب کسی که پول داره چک اول پاس میشه دیگه، نیازی نیست دوباره بیام الحاقیه بنویسیم. گفتیم باشه چشم، دوباره الحاقیه نوشتیم. متاسفانه چیزایی رو کتمان میکنن. من صدای ضبط شده دفترشون تو گوشیم هست. به خاطر همین داستانات و عوقی که داشتم گوشی کل مکالمات اونجا ما رو حولش 5 ساعت رو ضبط کرد. قرار شد من گفتم آقا من به شما هیچ جسارت داره میکنم، هیچ اعتبار دیگه نیست که من بگم آقا این چکا پاس میشه یا نه. اگه نیاز باشه فایل صوتیشم اگه اجازه بدن مشکل حقوقی نشته باشه براشون پخش میکنم. باید تضمین بذارید پیش من. بند جیم قرارداد نوشته مقرر شد تضمین پرداخت وجه‌های مندرج در چک همزمان با این الحاقیه تضمین به نام من بزنن. تضمین چی بوده؟ یک سند 1 ملکی بوده تو تهران. همین که پیروز قرار بود برید. بله من رفتم، من تو دفتر خونه رفتید ولی چی شد یه دفعه؟ حالا اجازه بدید دیگه. همزمان با این الحاقیه قرار بود یه سندی به اسم ما بخوره تا کل این جاری بشه. بله. و من چکا رو بهشون عهدت بدم. متاسفانه نخورد. حالا به ما گفتن 11 میخوایم بریم سند بزنیم، 11 مصادف شده با روز بازیمون، ما 12 میخوایم بریم، از این حرفا. سند به نام ما نخورد. نامه‌هاشون رو دارم، یعنی نامه‌هایی که برای من فرستادن، همون نماینده‌شون این نامه‌هایی برای من زده که الان اگه نیاز باشه میدم با تاریخش نگاه میکنیم. سند تضمین برای من انجام نشد که من بهشون اعلام کرده بودم، گفتم آقا کار ما آماده است برای دفتر خونه. من بهشون گفتم آقا 5 روز وقت تشریف بیارید دفتر خونه لایجان، سند به نام من انتقال بدید که ما بعد کاراش انجام بدیم. متاسفانه سند نخورد به نام، تا الان هم نخورد. سند اون تایمی که می‌خواستن انتقال بدن به نام خودشون نبود، اصلا به نام شخص دیگه بود. قرار بود به نام خودشون بخوره. من کپی سند رو دارم که به نام شخص دیگه بود، خودشون به من دادن. باید به نامشون انتقال پیدا می‌کرد و بعد انتقال میدادن که تا الان هم نشد. در باید سوال شما بابت دفتر خونه، چند روز پیش رفتید دفتر خونه قرار بود همین اتفاق بیفته. فیلم در من متاسفم که فیلم عکس دفتر خونه میاد میگه من اونجا حضور نداشتم، ولی من فیلم دفتر خونه رو گرفتم که از ساعت 12:20 اونجا نشستم و داور مزید طرفین ما، رئیس کمیته اخلاق، دبیر کمیته اخلاق و سرپرست تیم باشگاه با من حضور داشتن اونجا که نمیتونم بگم من نبودم. آقای ساداتی اگر لازم شد آقای ساداتی هم باشون صحبت میکنیم که نظرشون چی هست. متاسفانه اصل سند اونجا حضور فیزیکی نداشت. شما وقتی یه سندی میخوای به نام یکی وکالت فروش بزنی، برای اینکه مطمئن بشی یا حالا جسارت نشه سند تو رهن یا بازداشته، باید اصل سند رعایت بشه. بالا یه بارکدی داره بهش میگن شمیم، بر اساس اون استعلام میشه. استعلام ثبت هم همون دقیقه جواب میدن، یعنی این چیزی که بدی فردا آنی هم میتونی استعلام بگیری. متاسفانه اصل سند حضور نداشت و منم قاعدتا وقتی به سردفتر گفتم شما مسئولیت قبول میکنی، گفت نه. گفتم بس منم نمیزنم، خداحافظ. از دفتر خونه اومدم بیرون.
پس شما میفرمایید که این سند اونجا نبود، اصل سند نبود. و اگر این اتفاق میافتاد تضمین به شما داده میشد همه چی انجام میشد و کلا طبق برنامه تمام انتقالات انجام میشد. برسم به جواب دوم این عزیز ما که گفتن قرارداد آقای باروند پابرجاست. من متاسفانه من میگم تیم حقوقی خیلی قوی دارن، هنوز نمیدونن قرارداد آقای باروند ابطال شده، رأی داوری اومده و اون قرارداد ابطال شده. اون قرارداد از لحاظ حقوقی هیچ اعتباری دیگه نداره، از لحاظ حقوقی هیچ اعتباری دیگه نداره. در مورد چکام که من واقعا متاسفم، جمله‌ای میشنوم که میگه به داور ما و اینا گفتم پول نگرفتی، که من متاسفم همچی چیزی نگفتم و زمانی که چک پاس شد به داور ما زنگ زدم که آقا این چک اول پاس شد ولی سنده هنوز به نام ما انتقال پیدا نکرده و اس هم دادم به داور ما از طرفین ما در تاریخش که موجوده دیگه تو گوشی ما. با حالا خوشبختانه گوشی ما یه چیزی که با تاریخ و ساعت ثبت میکنه و موجوده، چیزی نیازی است. هم به هیئت فوتبال هم از من سوال کردن، بهشون گفت. ایشون گفتن من تا 7-6 برای تیم خرج کردم. کاغذی که خودشون نشون دادن 2 یا 6. کاغذی که خودشون نشون دادن 2 یا 6 و تمام مشکلات ما از همون زمان شروع شد که هزینه‌های عدیده باشگاه تازه از اونجا شروع میشه. طبق قراردادی که به بازیکن‌ها باید پرداخت بشه. شما زمان من چند ثانیه گرفتید، من مثل اون عزیز ما نبودم. داور جزء بازی دیگه، ما میتونیم سوال بپرسیم. زمانتون تموم شد. بفهم. من از ابتدای صحبتاشون صحبت کنم جناب. ایشون گفتن اونجا شما سندتون نبوده. این سوال برای همه مردم چرا نبوده؟ بفهم. میفهمن که ما گفتیم ایشون حضور نشته. من کسی با کسی صحبت نمی‌کنم. من اصلا شب ساعت 9 تازه شروع نمی‌کنم استوری گذاشتم. مثلا تا حالا یه استوری هم نذاشتم. اگر با من مسابقه کردن جواب دادم. کی گفت ایشون حضور نشته؟ من گفتم. همه پیجام زدن ایشون اومده، دوباره طبق روال عادی برنامه یه انقلتی اومدن و رفتن. کسی نگفت ایشون حضور نشته. ما چشم نداریم ولی ایشون حضور داشت. ولی اتفاقا ما خیلی سورپرایز شدیم. شگفت زده شدیم. من عذرخواهی میکنم که ایشون تشریف آوردن. اصلا نیازی به حضور ایشون نبود. اصلا دعوت نبودن. بی دعوت تشریف آوردن. داور بود. و بعد من داشتم آقا چند مرحله جلوتر از بندهای قدیم ایشون دوست دارن اینا رو به هم ربط بدن. در قرارداد ما شفاف ذکر شده بعد از گرفتن 3 چک 2 چک رو باید تحویل بدن. ربطی به تضمین نداشت. بعد از پاس شدن چک اول باید باشگاه رو تحویل بدن. جهت اقدام برای صدور پروانه ایشون گفتم من پروانه‌مو برام باطل کنم. پروانه‌ای که الان منتظر میشتم نیست. من خیلی برام جالبه امشب تازه متوجه شدم ما چی خریدیم. پروانه‌ای که ایشون میگن نیست، پروانه‌ای که وجود نداره رو ایشون به ما گفتن من باید برم نامه بدم پروانه من امتیاز رو به شما اجازه بدید. خب نه ما خب صحبت‌های ما که تو جلسه تشریح شده شما هم معامله‌ای بکنی امتیاز انتقال پیدا می‌کنه. به ما ایشون به ما گفتن ابتدا که اصلا توی یکی از جلسات هستن شهود هستن گفتن که دیگه من مجبورم تا این فصل بمونم، گرفتار کردید من دیگه این پروانه طبق قانون باطل نمیشه، حداقل تا این فصل باید بمونم. بعد ما استلام کردیم گفتیم نه آقا میشود. گفتن من برم الان پروانه‌مو باطل کنم تقاضای ابطال بدم برای شما بگیرم چکتون پاس نشه چی؟ گفتیم خیلی خوب زمانی که شما خواستی صدور پروانه رو اقدام بکنی ما این سند تضمین 2 چکت میذاریم. میفرمایید که اگر این سند بود انتقال انجام میشد آقا روی هماش کنیم بریم فردا صبح کارت انجام بده. سند بود همه چی بود. آقای زحمتکش من اجازه دارم آقای زحمتکش بگم که ایراد از کجا بود. من یه مثال 1 ثانیه 30 ثانیه‌ای بزنم. من الان به حساب شما یه پول واریز میکنم. آقا به حساب شما واریز کنیم خطر میشه. به حساب دوستان عزیز یه پولی واریز میکنم. اس ام اسش میاد میگن آقا ما قبول نداریم. میگیم چیکار کنیم؟ بریم بانک استلام کنیم. میگم میریم بانک استلام میکنیم یه قبول نداریم. بریم خزانه بانک مرکزی مثلا 10 میلیون تومان اسکناس که مال منه رو بگن اون گوش است. ایشون همینو میخواست. تایید اصالت سند. این سند به نام کی آقا؟ دامون نعیمی‌پور میگن به نامشون نیست. 12/6 سند به نام دامون نعیمی‌پور شده. فردای بازی با مثل کرمان. این سند به نام دامون نعیمی‌پور کجا نیست؟ ایشون اصلا نیازی به سند نبود. اصالت سند از تهران ایشون از صبح دفترخونه تهران رو بیچاره کردن. انقدر زنگ زد باید بیاد لایجانا. باید بگم ما رفتیم دفترخونه که داور گفته بود. دفترخونه که داور آقای اشکان ساداتی گفت بود 198 درش. بنچاق نقل و انتقال وقتی بنچاق از نقل اصالت سند از تهران دفترخونه به دفترخونه اعلام شد. به من صبح گفتم بیا دفترخونه.
ایشون آقا اصلا ختم کلامو گفتم، ما دیگه دعوایی نداریم. اگر سند باشه تیمو تحویل میدن دیگه، هم دیگه رو ماچ میکنیم، تیمو تحویل میدن. خداحافظ. یه جمله میتونیم بگید اوکی؟ اگرم نه یه دبه جدید داریم که خب ما بدونیم حداقل. این اصلا سند. یه لحظه میدید من ببینم. همین بله خوش تاریخشو ببینید. پایین جسارتا پایین گفت آقا آقای زحمتکش هیجان زده باشه 25ش این چه تاریخی به سند صادر شده؟ ایشون میگن از 12 این سند 25/6/1402 صادر شد. دیگه حرفی برای زدن نداره. آقا انتقال سند و بنچاق رو میگم بنچاق پستم نگاه کنید تاریخش 12/6 سند تنظیم شده. آقا این سند این پشت نقل و انتقال میشه. خب پس چرا نقل و انتقال انجام نشده؟ اجازه بدید. این سند این پشت نقل و انتقال میشه، میره صدور میشه به نام نفر جدید بیاد. من اداره پستم 25 این صدور جدیدش میگن سند به نام نبود، صدور با به نام فرق میکنه. آقای زحمتکش با کلمات بازی نکنید. بنچاق این سند، نقل و انتقال این سند، خرید این سند روز 12/6 بوده. داریم بنچاقو؟ بله من الان میگم براتون نشون بدم. بعد خب این باشه که اصلا اینا مشکلی نه آقا تو دفتر خونه بهشون نشوندن. آقای زحمتکش این تو دفتر خونه بود؟ بله آقا بله. این سند پس چرا انتقال انجام نشد؟ دلیل نداره بهشون نشون بدیم. من هر سازی ایشون میزنه قریص ما باش با حرفای ایشون چرا نشد؟ بگم آقای زحمتکش ناراحت نمیشی؟ من دیگه خسته. آقا اسلاید نشون بدید لطفاً. آقای زحمتکش در هیچ دفتر خونه نمیتواند نه وکالت بگیرد نه سند بزند نه هیچ چیز دیگه ای. برید اصلا اظهارنامه وکیل نمیدونم برن خودشون پاسخ بدن. یعنی چی؟ من متوجه ایشون ممنوعن برای این کار. ایشون برای این کار ممنوعیت دارن. آقا دارید مستندشون؟ این هم اظهارنامه وکیل من امروز به داور، دیروز به داور و به خود ایشون که آقا شما ممنوعیت دارید. هیچ وکالتی نمیشه به نام ایشون تنظیم کرد. ایشون فقط اومد روز شلوغ کرد با اذهان عمومی بازی کرد که بگه ما نمیتونیم سند بزنیم. گفتم با اصل شناسا به اداره ثبت رجوع کنید. ما چیزی که شنیدیم حالا یه قضیه اجرایی چه چیزی از من قضاوت نمی‌کنم. این اظهارنامه رو بخونید آقا. گواه دفتر خونه با اصطلاح جهت اصطلاح موضوع بخونید. کامل مشخصه. دفتر خونه 198 استعلام گرفت ایشون نمیتواند وکالت بپذیرد. ایشون نمیتواند سند بپذیرد. سندی به نام ایشون تنظیم نمی‌شود. من چیکار کنم؟ من تا معجزه کنم؟ بله در واقع امکانه به کار دلایل حقوقی و قانونی وجود ندارد. خب ما با آقای ساداتی هم اگر دوستان بگیرن که نظرشون چی هست به عنوان داور ممنون میشم. شما وقت دارید هنوز؟ من در خصوص این چیه این برگه؟ این برگه دقیقاً برگه‌ای که دفتر خونه وقتی زدن ایشون که تشریف بردن وکیل بنده گفت آقا وکالت رو بزنید برای ایشون بدید به آقای اشکان ساداتی. مشکلی نداریم که بدید داور بره داوریشون کنه. هر کاری کردیم ایشون وکالت نمیشد. این در واقع اون ارور میداد. بله منول معامله بودن ایشون. من نگفتم منول معامله. گفتم قفل دفتر خونهشون منول معامله. تموم شد زمان آقای نعیمی پور؟ بله زمانتون تموم شد. شما بفرمایید. من خواهش دارم بعد از شما دیگه تکلیف رو مشخص کنیم. زمان زیادی نداریم. چیکار میخوام بکنیم؟ مالک کیه؟ ببینید اجازه بدید داورم از طرفین رو بگید که آقای ساداتی رو آقای که ببینیم این اصل سند اونجا وجود داشت یا نداشت. این یکی قضیه. بعد نیاز باشه شماره سردفترم هست به شما میدم. آقای ساداتی داورن کامل. اصل سندی اونجا قربان وجود نداشت. اصلا این صحبتایی که ایشون داره میکنه آقای میرزازاد، من عذرخواهی میکنم اسمشون رو میبرم، رئیس کمیته انضباطی هستن که به من گفتن امروز سندشون به دستشون رسیده که دیروز ساعت تولدشون هم بود به من تماس گرفتن که آقا این سند به دستشون رسیده. حالا میگه اومدم تو دفتر خونه نشد و از این حرفا. این یه شلوغ بازی که این عزیزان داره میکنه. آقا وقتی کسی تعهدش انجام بده مگه کسی مردم آزاره؟ کسی دنبال پیچ و تاب دادن هم دیگه باشه؟ دفتر خونه واقعا آقای ساداتی بیاد الان پشت خط ببینم سندی تو دفتر خونه وجود فیزیکی داشت یا نه. این از ایشون یه صحبتی کردن بابت تیم هزینه کردن که تمام مشکل ما با ایشون از برج 2/6 برخورد که هزینه‌هایی که مربوط به هزینه‌های سنگین تیم میشد و چه درصد بازیکن‌ها که همش بنده پرداخت کردن، چه هتل کرمان، پرواز کرمان،
اینجا هزینه‌ها اینجا یه چیز اولوشه میدونم پشت خط آقای ساداتی شنیدم الان به شما گفتن آقای سادات گفت من نمیخوام دخالت بکنم. حالا من نمیدونم داور هستن ایشون میتونن اینجا پاسخ بدن چرا شرکت نمیکنن و حضور پیدا نمیکنن که تکلیف مشخص بشه. نمیدونم از اون ور که آقای الماس خاله که هر وقت باشون تماس میگیریم پاسخ نمیدن، چه شب چه صبح. اعضای هیئت هم همینطور. از این سمت هم که داور که رئیس کمیته اخلاق هستن پاسخ نمیدن. حالا هیئت فوتبال تنها کارش همین هست که بتونه این دعوا رو در واقع یه جوری ختمش بکنه و داور هم هست. رئیس کمیته انضباطی رو بگیرید، نه آقای حمیدی که ایشون عرض کردن آدم منصفی هستن ایشونو بگیرید. خلاصه با ما اومدن همه وجود دارن اونجا دیگه. سندی تو دفترخونه وجود نداشت و متاسفم براشون که اینقدر شفاف اینقدر سریع دروغ میگن. من ادبیاتشون رو با ادبیات اول جواب اولشون بدم. یک مساوی شد. دروغ گفتن خیلی راحته، مثل آب خوردن دیگه تو این فضا. نه من به شخص نگفتم، من گفتم دروغ گفتن خیلی راحته. آدما خیلی راحت میتونن دروغ بگن. حالا من الان یعنی این ممنون معامله بودن اصلا شما ممنون معامله چی؟ ممنون معامله بودن من چه ربطی داره؟ من مشکل شاید دارایی دارم، ممنون معامله میشه، به شخص ربط نداره. من با آقای ساداتی گفتم کد ملی خانم بنده رو دادم که اصلا به نام خانم بنده تنظیم کنن. آقای ساداتی حالا چرا نمیاد جواب بده؟ به خاطر یه سری مسائل اخلاقی خودشونه که نمیخوام بنده خود دخالت کنم. ولی فیلم دفترخونه با صدا موجوده که سندی اصلا اونجا وجود نداشت. عزیزان تو دفترخونه دیگه ماشاءالله اند از هازا همه هستن که میتونن شهادت بدن. از 2/6 به بعد هیچ هزینه‌ای برای تیم پرداخت نشد. من کی گفتم هزینه پرداخت نکردن؟ پول هتل تهران رو دادن، لاله تهران رو دادن، پول نمیدونم بخشی از پول لباس رو دادن، بخشی رو ندادن، فاکتوراش هست. بخشی از پول ایف مارک رو دادن، بخشی رو بنده دادم. و از 2/6 به این ور که هزینه‌های زیادی برای تیم بود، درصدای بازیکن‌ها، هزینه‌های رفت آمد هتل، بازی مثل کرمان به این ور که هیچ کدوم من پیاماشون هست، فایل صوتی که حتی به نمایندهشون که به من معرفی کرده بودن موجوده. گفت آقا شما انجام بدید تا بعداً آقای نعیمی کربلاس میاد به شما میده. پول بازیکن‌ها رو تو دفترشون گفتم تا ما با بازیکن‌ها قرارداد بستید قبل از بازی‌ها باید بهشون پرداخت کنیم. خب شما خودتون تو برنامه هستید میدونید اگه قولی که ندادی به بازیکن انجام نشه چه اتفاقی میفته؟ تیم کلا میره تو حاشیه، انگیزه از بین میره. من از جیب شخصی خودم پول پرداخت کردم. تا همین الانم غیر از اون چیزی که ایش عزیز نشون داده 6 میلیارد و 24 میلیون تومان با صورت با فاکتور تحویل داور مزیو طرفین دادم، از جیبم هزینه کردم. بهشون گفتم آقا نماینده بفرستید، هست فایل صوتی اون آقایی که نمایندهشون بود با ما صحبت می‌کرد هست، بهشون گفتم نماینده بفرستید، حتی پیامک هم بهشون دادم، گفتم بفرستید بیاد، من که دفتر باشگاه نیستم، تشریف بیاره بیاد بشینیم حساب کتابا رو انجام بدیم، تحویل شما بدم. مثلا خیلی راحت. متاسفانه ببینید متاسفانه تو فضای مجازی یه سری حرفا زده میشه، گفته میشه، میگه نه این عزیز ما میگه من تو دفترخونه نکردم، من الان فایلی رو برای شما از اینستا میفرستم که روابط عمومی همین آقا داده به تمام خبرها. روابط عمومی همین ایشون عکس دفترخونه رو داده و زیرشون نوشته بنویسید زحمتکش نبوده، اگه نیازه امشب استوری میکنم تا ببینید که چه کسی این کارو کرده. الان گفتن زحمتکش دفترخونه نیومده، حالا ما که الان میگن رفتیم ما یه ونی گذاشتیم که اصلا همچین چیزی نیست. ببینید من گفتم آقای سردفتر شما میتونید واقعا فردا با دوربینتون برید دفترخونه، بنده و آقا بیایم اونجا ببینیم آقای سردفتر آیا سندی وجود داشت یا نه. دیگه از این خیلی از چیز شفافیه، وقت اضافه هست، اصلا خیلی چیز شفافیه، شدنی هم هست، اصلا هیچ چیز خارج از قاعده نیست. الان چیکار کنیم گذشته فراموش کنیم مثلا هر چی شده. من یه اظهارنامه بهشون دادم، گفتم آقا زحمت بکشید از اونجایی که تعهدات شما نسبت به قبل انجام نشده زحمت بکشید بیاید و این کارا رو انجام بدید. از شما سند مال شما مدعید، ما پول داریم، آقای المسغاله آقای مدیر کل تضمین کنید که من پولو کلا پرداخت کنم و تیمو بگیرم. بسم الله فردا صبح من تضمین میذارم پیش آقای المسغاله، دیروزم با هم صحبت کردیم، تضمین میذارم پیشش، فردا صبح پول منو بدید، شما رو به خیر ما رو به سلامت. از این بیشتر میخواید؟ خب به من گفتن تموم شد. من اجازه بدید زمان من استفاده کنم، ایشون دوباره استفاده کنه بعد از نه میخوایم که خیلی طولانی نشه. عذرخواهی میکنم. من کاملا مشخصه. بذارید ما آقای زحمتکش به دلایل واهی از امضای اسناد
از انتقال مالکیت خودداری کردن و محل دفترخانه را ترک کردن. این تنها چیزیه که از رسانه ها پخش. الان چه کار کنیم؟ من از آقای زحمتکش پرسیدم، ایشون گفتن همین فردا بیا. شما که سند رو دارید. اجازه ایشون میفرمایند باز مجدد برمیگردم میگن من عذر میخوام. چرا دیروز نزدن؟ چرا دیروز نزدن؟ کسی من دعوت نکرد. من نمیگم آقای میرزازاد زنگ زد گفت سندشون رسید. مگه شما عکسشون گفت اومده. آقای میرزازاد همین الان بگیرید. من گوشی من ریکوست داره. تمام مکالمات من ضبط میشه. آقای میرزازاد دیروز به من زنگ زد زیر پایین دفترخونه پایین دفتر. من زنگ نمیزنم. گوشی من خود به خود ریکوست داره. تمام مکالمات من ضبط میشه. خودجوش بله. خودجوش ضبط میشه. میتونه الان این عزیز ما الان داره دیالوگ دو طرفه میشه. داره گفتگو. بریم یه بخشی رو با هم ببینیم. مناظرمون رو با دوستان 2 تا 5 دقیقه فرصت داریم. آقای نعیمی پور میخوایم جمع بکنیم نتیجه رو، مالک تیم مشخص بشه. ما یک تیمی داریم با ظرفیت اجتماعی بسیار بالا به نام داماش. من خواهش دارم از هر دو عزیز 2 5 دقیقه فرصت داریم، یک راهی رو باز بکنید به خاطر تیم داماش، به خاطر این هواداران که میدونم هر دوتاتون فوتبالی هستید، هر دو عزیز اومدید کمک بکنید به فوتبال استان گیلان. خواهش میکنم که جنبندیتون یک راه باشه و یک نتیجه باشه برای تیم داماش. خب آقای پورعزیز، آقای زحمتکش بارها تو این چند شب گذشته ما رو دروغگو خطاب کردن تو پیجشون، تو استوریاشون، ولی یه چیزی شفافه. یه شبی من گفتم آقا ایشون بدهکاره، منم مشکلی ندارم، بدهیاشو میدم، ولی پول دست خودش نمیدم، چون ایشون 5 میلیارد گرفت، میرفت بدهی آقای داداش صدر میداد، میرفت بدهی آقای پیوسو میداد، پول دست ایشون نمیدم دیگه. بدهی ها رو پرداخت میکنم، الباقی رو چشم تقدیمشون میکنم. ایشون گفتن نعیمی دروغگو، من بدهی نرم. صبح خدا رو شکرت، خدا 1000 مرتبه شکر، صبح رای براش اومد کمیته تعیین وضعیت برای پیوس. به من گفتن، اشتباه گفتن آقا؟ نه آقای پیوس به من زنگ زدن، ارتباطم چیزی داشت. در من 700 میلیون 600 خونه نیست. حالا میتونیم آقای پیوس هم بگیریم. پول ایشونو بدم بعد آقای پیوس رو هم اگر بتونیم یه 2 دقیقه آخر صحبت کنیم. میگن که رای قطعی نیست. 3 دقیقه. بله رای قطعی نیست، ولی خب ما هم همینو میگیم. دلیل تضامین همینه. دلیلش همینه که ما میگیم پول بهشون نمیدیم، پول رو نگه میداریم که ما از اون بتونیم، از اون محل بتونیم. من چرا این آخرین 5 دقیقه منه؟ بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره آقا من برای شما خیلی ساده عرض بکنم. آقای زحمتکش اگه مشکل ثبتشون تو 1-2 روز حل نمیشه، سمعم و طاعت، من دنبال انقلس نیستم. آدم مورد اعتمادشون رو معرفی کنن، ما تضمین خدمت ایشون میذاریم هر کی هستن. از این دیگه آقا شفافتر همین سندتون رو که تضمین. ببین آقا گوش بدید، ایشون مرتب میگن اصل سند نبود استعلام کنم. آقای زحمتکش یه بار دیگه قرارداد رو بخونید، نریم دوباره دعوا کنیم جلو مردم به ما بخندن. دیگه اصلا پینگ پونگی شده، هی میریم هی میایم. ما قرار نیست سند به نام ایشون بزنیم، ما قراره که وکالت فروش تضمین توثیق نوشتن برای ایشون بذارید که از تاریخ آخرین چک اگر داور تشخیص داد ایشون بدهیاشو داده و ما بهش پول ندادیم، از اون موقع اکتیو میشه، استارت میخوره، حالا قابل استفاده است. نه اینکه ما یه سند بزنیم به نام ایشون، هم چیزی نیست. قرارداد شفاف، تضمین توثیق، یک موبایلنامه عادی و توثیق. یعنی ایشون نه اصل سند رو دوست نداشته باشه، فکر نکنه ایشون این سند رو خواهد گرفت، این سند به دست ایشون داده نخواهد شد. یک وکالت نزد داور نمیدیم آقا، نباید بدیم. بعدش این سند توثیق گذاشتید چه اتفاقی میفته طبق قرارداد؟ اصلا ایشون باید برای انتقال و باید برای در واقع صدور پروانه ما فعالیت کنه. پروانه که امشب متوجه شدیم ما باید امتیاز صدور امتیاز پروانه بعد از اون هست. بلافاصله باید این مراحل اشاره شده، پروانه جهت اداره کل اشاره شده، یعنی ما داریم خدمت آقای آرمان درست میگم. شما امتیاز رو با هم انتقال میدید؟ امتیاز خیلی گذشته، امتیاز رفت، امتیاز خیلی وقت گذشته ایشون انجام نده. چکا خیلی وقت با تحویل میشده ندادن. من اولین صحبتی که با آقای الماس خاله کردم روز قبل از بازی با استقلال ملاسیم، اولین بار یا دومین بار بود، اولین بار تسلیت مراسم اربعین و اینا بود، دومین باری که با ایشون صحبت کردم گفت آقای نعیمی سلام علیکم. سلام آقا، شما خودت چک تو پاس نکردی که؟ بعد ایشون میگه من گفتم آقا من 5 میلیارد پولم. گفت نه آقا هیچ ندی. گفتم آقا الان مدارک براتون آقای تمیزکار میارن. آقای نجار، ببخشید آقای دکتر نجار، ایشون حساسن رو فامیلیشون که میگن من نجار هستم. آقای دکتر تمیزکار مدارک بردن، تازه ایشون متوجه شدن ما پول دادیم. و عرض میکنم خدمتتون من خیلی چند دقیقه وقت دارم. تمام وقتتون؟ من 1 دقیقه ببندم.
آقای زحمتکش عزیز، یه تیمی رو خریدی به 6 میلیارد از آقای نصیری. بخشی از پول رو ندادی. به چه جهت ندادی؟ حق داشتی. به دلیل بدهیایی که ایشون داشته، از جمله آقای داداش زاده که قطعی نشده. پس من هم حق دارم. 30% بازیکنای فصل پیشو ندادید. آقای پیوسشو ندادید، آقای میساقیان رو ندادید، کادرشون رو ندادید، به هتل بدهکارید. فیش ها که اومده، فیش ها مشکل داره. من به اندازه اون منابع از شما پول نگه خواهم داشت. همون کاری که شما و دیگری که حالا یه چیز ساده آقای علیپور، یه تیم خریدی 6 میلیارد برادر من 40 50 60% پولش دادی. آقای پیوس و کادرش و تیمش زحمت کشیدن، این تیم آوردن بالا، فروختیش 23 میلیارد. از رو این پولا نمیخوای پول این بچه‌ها رو بدی؟ تایمتون تمومه. من یه حرفی ندارم. 5 دقیقه شما رو بازم متاسفم که بازم جملات خلاف واقع. ببینید یه امتیاز یه باشگاه میخواد نقل و انتقال پیدا کنه، شما میتونید خیلی راحت از سازمان لیگ، کمیته تعیین وضعیت و بقیه جاها تصفیه حساب بگیرید. یه نامه میزنن مثل باشگاه پانیک تالش، تازه نقل و انتقال صورت گرفت و نامه تصفیه حساب اومد. من تا همین الانم که با داره شما صحبت میکنم یه مدرکی بیاد که من توی سازمان لیگ